مزایی که شوک‌گذاری میکنم و جواب نمیگیرم. شوک‌گذاری بهترین فرمول برای رسیدن به خواسته است اگه درست انجام بشه. شوک‌گذاری فقط نیست که تو بشینی یه جایی بگی خدای شکرت سپاسگزارم، خدای شکر در حالی که داری دیوونه میشی. افکارت پس ذهنت داری خشم، کینه، نفرت، ذهنت شلوغه، پره. خدای شکرت. نه، اینجوری کار نمیکنه. اصلا شکرگزاری یه فرمولی داره که درست انجامش بدی جوابشو میبینی. یه فرمولی هست که مدیتیشنه. روزی 3 دقیقه انجامش میدی. میشینی یه جای ساکت، چشمات میبندی، هیچ صدایی نباید باشه، مزاحمتی نباید باشه. روزی 3 دقیقه است میشینی مدیتیشنه. تمرکزت روی دم و بازدمته، روی نفسات. نفس که میکشی تمرکزت روی نفسات. 1 دقیقه این کارو انجام میدی، بعد قلبتو احساس میکنی. از درون میری توی قلبت، تمرکزت توی قلبت و بابت اون چیزهایی که داری یا میخوای داشته باشی از ته دلت احساس قدردانی میکنی. نیازی هم نیست به زبون بیاری، توی ذهنت احساس قدردانی میکنی. روزی 3 دقیقه این فرمول رو انجام بدین، معجزه‌شو خودتون